روزی که مجاهدین به کابل آمدیم به همراه جناب حضرت صاحب که رئیس دولت موقت شدن و مرای برادرای مجاهد معاصر تنظیم از تنظیم‌های افغانه آمدیم به نزدیک بابکرخیل، قریه بابکرخیل، نزدیک پل چرخی. شب و میجه بودیم. صبح وقت قطعات عسکری وقت از حکومت خلق و پرچم به استقبال جناب حضرت صاحب آمدن به قریه بابکرخیل. جنرال صاحب وردگ اونجا با همراه بود، امروز تشریف ندارن. شاید از برادرای که اینجا ششتن کسان دو سفر با همراه ما همراه بودن. به همراه ما در موتر یک جای، یا ما باید اتو بگم که به همراه اونا در موتر یک جای ما بودم که او جنرال صاحب نوروزخان بود، خدا ببخشش، رئیس نظامی تنظیم حرکت بود، از صاحب منصبای بسیار رسیده و تعلیم یافته افغانستان بود. چون ما دو وقت جوانتر بودم، اونا مسنتر بودن، ما به این خاطر گفتم که ما با همراه اونا بودم در موتر تا مو حالت ذهنی اون وقت منعکس کرده باشم. ما به همراه جنرال صاحب نوروزخان در موتر بودم. ما بر آمده بودیم صبح وقت به لب دریا به وضو کردن که پس می آمدیم این قطار عسکری افغانستان آمد. قطار عسکری حکومت وقت که حکومتی که برای ما به نام حکومت خلق و پرچم میشناسیم. قطعات منظم، موترهای عسکری منظم با رنگ عسکری منظم، نظام و اصول عسکری، و ما مجاهدین که از دو طرف آمده بودیم اینها را که دیدیم، ما پیش خود گفتم که حالا چی بگیم در این محفل که والله کدام ما برحق بودیم. نظام منظم عسکری، افتخار کردیم به قوتهای خود و اون روزی که آمدن به دیدن جناب حضرت صاحب و برای تسلیمی نظام با ما. تمام مرام از بیان ای داستان ای است که ما داشته های خود از دسیسه بیرونی ولی به دست خود ویران کردیم. که ما داشته های خود از دسیسه بیرونی ولی به دست خود ویران کردیم. تانک، توپ، تئوری ما رفت به تنظیمات تقسیم شد و بین خود از بین بردیم. آیا از او درس بدبختی ما آموختیم یا نه آموختیم؟ بالکل به تمام معنا آموختیم. آیا متوجه هستیم که در همسایگی ما کسی نمیخواهد که ما صاحب اردوی قوی باشیم؟ آموختیم؟ بله آموختیم. یک روزی در زمان مهاجرت سالهای طالبا بود، ما از کویتا میرفتم به اسلام آباد. در طیاره پهلویم یک جوان بسیار با اخلاق و بسیار مرتب و رسیده پاکستانی ششته بود. من دید که اخبار انگلیسی را میخوند. گفت تو از کجا هستی؟ من گفتم من از افغانستان هستم. گفت خب از افغانستان هستی؟ گفتم بله. گفت من پیلوت هستم در قوای هوایی پاکستان. و گفت چند سال پیش برای ما اطلاع رسید در میدان هوایی پشاور که یک طیاره قوای هوایی افغانستان میاد به پاکستان. نه حکومت ما بود، حکومت دوران حکومت مجاهدین بود، حکومت اول. گفت ما ترتیب گرفتیم جوانای
قوای هوایی پاکستان ترتیب گرفتیم و میز چیدیم و چای و بسکت و تشریفات گرفتیم که بر دفعه اول طیاره قوای هوایی افغانستان پایان میشه با میدان پاکستان و طیاره گفت پایان شد. طیاره میگ 21 بود، میگ 23 بود و دیدیم که یک پیلوت از این طیاره پایان شد که چپلک در پایش است و سیگرت در دستش. گفت ما حیران ماندیم که چی کنیم. هر صورت گفت پیشش رفتیم و استقبالش کردیم و عزتش دادیم. یعنی به ما گفت که پیلوت شما چپلک به پای و سیگرت به دست طیاره را به هوا کرده بود و نشست به زمین. یونیفرم و نظم عسکری و اصول عسکری و اصول قوای هوایی نبود. ما بر شمق گفتم که حالات استثنایی بوده. در غیر از او افغانستان یک قوای هوایی 4.5 طیاره داشتیم، پیلوت داشتیم، نظم داشتیم.